چگونه از یک ماشین در حال غرق شدن فرار کنیم؟ این کار نیازمند خونسردی و تمرکز بالای شما برای نجات جان خود و همراهیانتون هست. به دو نکته حیاتی در این مورد توجه کنید. پس از افتادن ماشین در آب و در صورت هوشیاری، بلافاصله کمربند ایمنی خودتون رو باز کنید و در صورت امکان تا قبل از آب گرفتگی داخل کابین خود رو از طریق پنجره کنار دستتون فرار کنید. به یاد داشته باشید که فقط حدود 1 دقیقه تا آب گرفتگی کامل ماشین فرصت دارید. بنابراین هرگز وقت خود را برای باز کردن درب خود را به هدر ندهید، چرا که فشار آب بیرون اجازه باز شدن درب خود را نخواهد داد. پس کمربند را باز کنید، شیشه را پایین دهید و از طریق پنجره فرار کنید. اکثر وسیله‌های برقی ماشین قبل از غرق شدن کامل در زیر آب حدوداً 10 دقیقه کار می‌کنند. بنابراین باز کردن پنجره‌ها کار آسانی است. اما اگر به هر دلیلی پنجره‌ها پایین نیامدند، از اجسام سخت برای شکستن آن استفاده کنید. در صورتی که چنین چیزی دم دستتون نبود، از پشت سری‌های صندلی استفاده کنید. آن را بیرون کشیده و از میوه‌های پایین آن که دقیقاً به همین منظور طراحی شده، شیشه را خرد کنید. به خاطر داشته باشید که فقط پنجره‌های طرفین خود را بشکنید، چرا که شیشه‌های عقب و جلو از مقاومت بسیار زیادی برخوردار هستند. اگر بچه‌ها در ماشین هستند، باز 2 مرحله اول را فراموش نکنید. ابتدا کمربند خودتان و پنجره را پایین دهید، تنها پس از این کار به سراغ فرزند خود بروید. اگر چند فرزند در ماشین هست، از بزرگ به کوچک سراغ آنها بروید، چرا که اولا بزرگترها راحت‌تر می‌توانند خود را نجات دهند و ثانیاً در باز کردن کمربند کوچکترها و یا در صورت نیاز به کمک اضافه آنها قابل اعتمادتر خواهند بود. اما اگر نتوانستید از طریق پنجره بیرون بروید، اجازه دهید که ماشین در آب فرو رود و آب فضای کابین را نیز فرا گیرد. در بدترین حالت شما می توانید 30 ثانیه نفس خود را محبوس کنید. بنابراین نفس آخر را بگیرید و با خونسردی درب ماشین را باز کنید. به دلیل فشار یکسان آب در داخل و خارج ماشین، درب حالا به راحتی باز خواهد شد. اگر باز کمی سخت بود، از پاهایتان برای فشار دادن به آن استفاده کنید. پس از خروج به جهت حباب‌های هوا حرکت کنید تا شما رو به سطح آب برسونه. اگه فکر میکنید این ویدیوی با ارزشی بود، حتما با عزیزانتون به اشتراک بگذارید.